آه من کجام؟ آی سرم، کی منو دزدیده؟ آها کسی نیست منو بیرون بیاره از این خراب شده. آقا خانوم کمک هلپ گناه من چیه واقعا اینجا گیر کردم؟ گناه من چیه این همه بلا سرم میاد؟ گناه من چیه؟ خوشگلی درد سر داره، پیر و جوون خورد و کنون. تو هم تو این وضعیت به چه چیزایی فکر میکنی خداییش؟ این مغز منم هیچ وقت با من یاری نکرده. به قول مامون بزرگم میگفت عین این آهنگا درس حفظ میکردی یا آق مهندسی یا آق دکتری میشدی. به بازی خوش آمدید. لطفاً توجه فرمایید. شما خودتون تصمیم گرفتید با تماسی که گرفتید وارد این بازی شوید. اینجا جایی است که بازی میکنید. بازی‌های ساده و زبان آشنا که همه‌تون یک بار در زندگی مزه‌شون رو چشیدید. قوانین خیلی ساده. به صدا گوش کنید و حرکت کنید. نگران نباشید. همه چیز منصفانه است. همه شانس برابری دارند. فقط کافیه دقیق باشید. اگه قوانین رو رعایت کنید بازی ادامه داره. اگه رعایت نکنید بازی تموم میشه. حالا همه لبخند بزنید. آماده 3 2 1. شرکت کننده‌های عزیز، به اولین مرحله خوش آمدید. بازی از همین حالا شروع می شود. همونطور که می‌بینید در سمت راست شما پاکت سیاه رنگی هستش که داخل پاکت اسم غذایی هستش که اگه بتونید تا 20 دقیقه تحویل بدهید از این مرحله رد میشید و اگه نرسونید حذف میشید. در قسمت چپ شما مواد لازم هستش که باید از آن استفاده کنید. هر مرحله برای شما یک دستیار قرار می‌گیرد. دستیاری که فقط راهنماست، نه مشکل. 3 2 1. ها؟ چی شد؟ من نفهمیدم. خدا من نمیدونم وقتی عقل میدادی اینا کجا بودن؟ رفته بودن آب بخورن؟ آها راست میگی، اون زنه گفت پاکتو باز کنیم. خب باز کنیم ببینیم چی توش هست. پلوتون؟ بابا که این که آسونه، چیزی نیست که. یادش بخیر تو دوران دانشجویی از 7 روز هفته 4 روزشو پلوتون میخوردیم. ها 3 روز بعدش هم نیمرو رو تو چند حالت مختلف درست میکردیم. آها با من 5 دقیقه میتونم واسه درست کنم. بگم ها البته بدون موزیک نمیتونم کار کنم. بفرمایید نه واسه شما.